زمین لرزه یکشنبه شب که مرکزیان ولسوالی خلم ولایت سمنگان بود نه تنها خانه ها را فرو ریخت بلکه ده ها خانواده را در غم و اندوه فرو برده است. پس از این زلزله در گوشه ای از خرابه ها گلبدین ایستاده است، به دیوارهای شکسته خانه‌اش خیره شده و با 10 عضو خانواده‌اش بی سرپناه شده است. خانه شاید دوباره ساخته شود اما داغ عزیزی از دست رفته‌اش هرگز التیام نخواهد یافت. یه خواه بود، عروسی مدام بلاک خواه بود. برآمدم خودم زخمی شدم، در زیر من خیس زد، عروسی من پایین تم میشه، یعنی خانه بالایش افتاد، اینجا شهید شد. خودم 10 نفر در اینجا زندگی میکنیم، دیگه جواباتی در این نمانده، هیچ استفاده کرده نمیشه. خودم توانی جور کنی از اینم نداریم، یعنی سال کنی که جوالات جواباتی در این نمانده، یعنی سال کنی ببینی کلیتون هیچ جواباتی نمانده. اینجا عروسی من هم شهید شد، باردارم بود. در چند قدمی او همسایش وحیدالله همچنان غمزده از زمین لرزه اخیر است. خانه‌اش با خاک یکسان شده و اعضای خانواده‌اش زخمی شدند. او از سرمای نزدیکی قرار است تا چند روز دیگر برسد نگران است و به هر گونه همکاری نیازی جدی دارد. خانه چهار اتاق داشت که یکی 2 منزل بود، دیگه‌اش 1 منزله بود. همین 2 منزله کاملا تخریب شده، 1-2 نفر زخمی داریم. در شفاخانه مزار شریف بود که حالا این همی چیزای ما مکمل زیر خاک شده. برخی خانواده ها که دار و ندارشان را از دست دادند و بی سرپناه شدند به یکی از مکاتب محل پناه گرفتند و شب و روزشان در صنف‌هایی می‌گذرد که زمانی جای درس بود و حالا پناهگاه درد و دلتنگی شده است. همه از غمی از دست دادن عزیزان و روز تلخ حرف میزنند که زلزله بر زندگیشان رقم زده است. نمین نقدر هستن که دخترکم زیر خانه، تو دخترم زیر خانه ما، یکیش شرف خانه است، یکیش که دست پاش خیستره. اما در کنار همه این درد و ویرانی نشانه از امید نیز در شمال کشور دیده می شود. وزارت دفاع ملی می گوید که تیم‌های صحی و تکنیکی قول اردوی 209 الفتح خود را به مناطق آسیب دیده رساندند تا هرچه عاجل با آسیب دیدگان کمک رسانی کنند. با آنکه رنج و اندوه هنوز در چهره مردم موج میزند. خساراتی که به اثر زلزله در روستای خلم وارد شده، شهدای ما تقریبا به 9 تن رسیده، مجروحین تقریبا به 56 تن مجروحین داریم. خانه هایی که کلا تخریب شده تقریبا آمار شهر فعلا به 200 خانه رسیده. خانه هایی که نیمه تخریب است و قابل زندگی هم نیست، همیشه باشندگان اون جاها به ترس لرزه است که اگر احتمال ای باشه که خدای نخواسته کدام حادثه دیگه شوه، امکان داره که ای دیگه چپه شوه. تقریبا به 2000 خانه است، احتمال دارد آمارش از این قدم بالا بره چون که تیم سروی در ساحه هستند و فعلا هم سروی جیران داره. اما صدای قدم‌های امدادگران و حرکت موترهای کمک رسان نشانه از ادامه زندگی دوباره در شمال افغانستان است. ما در روستای تنگی ولسوالی خلم ولایت سمنگان قرار داریم که مرکز اصلی زلزله مرگبار دوشنبه شب گذشته بود. بیشترین خانه ها در همین منطقه تخریب شده و شمار زیادی از کسانی که خانه هایشان تخریب شده به این مکتب پناه آوردن و در همین مکتب به سر میبرند. این خانواده ها نگران جدی با نزدیک شدن فصل سرما هستند و چشم برای کمک ها از سوی نهادهای امدادرسان و امارت اسلامی هستند. یک محمد احمدی، رادیو حریت، ولایت سمنگان.